فراماسونر چیست؟ برنامه‌ای با دکتر شهلا ممتاز. با گرمترین درودها خدمت شما بانو دکتر شهلا ممتاز عزیز. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و برای این هفته هم پیشاپیش از شما سپاسگزاری میکنم که واقعا زحمت میکشید، این وقت رو در اختیار رادیو آزادگان قرار میدید و این اجازه رو میدید که ما این اطلاعات رو و آگاهی هایی رو که شما دارید از این بلندگو پخش کنیم و به سمع عزیزانی که مایل هستن آگاهیشون در مورد فراماسونر بیشتر بشه میرسونیم. سپاسگزارم. منم درود میفرستم به شما و تمام شنوندگان محترم شما. این افتخار من هست که در کنار شما برای این آگاهی دادن همراهی کنم. بسیار سپاسگزارم بانو. این هفته خیلی خوشبختانه برعکس گاهن که عده‌ای به دلیل اینکه متوجه نمیشن خب از خودشون واکنش های نشون میدن، ولی در هفته‌ای که گذشت واکنش های بسیار مثبتی بود و حتما خود شما مستحضر هستید که عده‌ای هم شروع کردن به برنامه پخش، حتی در ایران تماس گرفتن که دارن این رو یه مقدار بیشتر راجع بهش صحبت میکنن. در هر صورت خیلی مورد تشویق قرار گرفته و من خیلی خوشحالم که شما نازنین این آگاهی ها رو اجازه دادید که پخش بشه، ویدیو بشه و در دسترس همگان قرار بگیره. سپاسگزارم. من هم خیلی خوشحالم که بازتاب خوبی داشته. تنها هدف ما همین هستش که مردم بدونن واقعا داره چه اتفاقی براشون میفته و وقتی که شما این اسرار رو پیدا بکنید، این چیزهایی رو که از ماها مخفی نگاه می‌دارن و به خاطر همین مخفی نگاه داشتن اونهاست که مردم گمراه میشن و بدون اینکه بخوان کارهایی رو میکنن که به ضرر خودشون و به نفع همون اربابان جهانی قرار میگیره. در صورتی که زمانی که آگاهی باشه، باور کنید که اینها بسیار ضعیف هستن، اینها کمن، بسیار کمن و مردم هزاران برابر. زمانی که مردم اینها رو بشناسن، فروپاشی اینا اینقدر راحت هست که حد و حسابی درش نیست و من فقط سعیم این هستش که این پیام رو برسونم که در آزادی مردم به معنای واقعی دست خودشون هست و نه اینکه به دروغ‌های آنها که قرن‌هاست به ما دروغ میگن گوش کنن و بازیچه دست اینها قرار بگیرن. این نظر منه و فکر میکنم شما هم همینطور همین باور رو دارید. همینطوره. خیلی از شما ممنونم. بانو، یک سوالی مطرح شده که اگر اجازه بدید الان این سوال رو از شما بکنم یا در پایان صحبتاتون؟ فرقی نمیکنه برای من، بفرمایید. اگر بتونم جواب بدم حتما. خواهش میکنم. یکی از دوستان این سوال رو داشتن که اگر که همه مواردی که شما بهش اشاره میکنید در برنامه ما متوجه بشیم و ایمان بیاریم که این امر هست، همون صحبتی که شما میفرمایید، این آگاهی هایی که حالا در این سطحی که شما دارین میدین متوجه شدن، پس باید هیچ حرکتی نکنیم، باید به اصطلاح منتظر باشیم که ببینیم فرازمینی ها چه میکنن. خب ما آگاهی ها رو داریم، ولی چه تأثیری میتونه در رژیم ها داشته باشه، در سیاست داشته باشه؟ اگه درست متوجه شده باشم از صحبت ایشون. این فلسفه فرازمینی ها یک نوع فلسفه هست پشت این. آیا اینها فرازمینی هستن یا آدم های معمولی که فقط شیطان صفت هستن؟ اون چیز دیگری است. این نظر من شخصی نیست. من میگم که نظرهای مختلفی هست که من همه اونها رو اینجا میگم که وقتی که موقع شد متوجه بشم من دارم راجع به چی صحبت میکنم. من شخص خودم اگر از من بپرسید میدونم که یک تیره خونی هست، یک گروه خونی هستن، 13 خانواده‌ن، اون رو میدونم. حالا این 13 خانواده واقعا
از موجودات زمینی هستند یا نه، این رو خود منم نمیدونم دقیقاً، ولی فکر میکنم انسان‌هایی هستن که برای قدرت دست به هر کاری میزنن و اونها هم مثل ما هستن. ولی این فلسفه فرازمینی روز به روز داره گسترش پیدا میکنه که نخیر، اینها اصلا از موجودات زمینی نیستن و اینا بازماندگان اون خدایان هستن. که در هفته قبلم که ما صحبت کردیم راجع به این گفتیم که یک جلسه، یک برنامه راجع به فرازمینی ها خواهیم داشت که من فقط رو اون تکیه بکنم و فلسفه های مختلف رو در این مورد باز کنم که من فکر میکنم اون موقع مردم خودشون تصمیم میگیرن. ولی فرقی هم نمیکنه که اینها فرازمینی هن، زمینی هن، چی هستن. این ما هستیم که میتونیم زیر پای اینها رو خالی کنیم. هفته گذشته من اون برنامه رو راجع به هرم داشتم و گفتم که این ساختار رو، این هرم رو ما همه خودمون میسازیم. یعنی همه ما معماران این هرم هستیم، یعنی همه ما به نوعی عضوی از این ماسون ها هستیم. چرا؟ برای اینکه ما در این سیستم داریم کار میکنیم، ما در این سیستم داریم زندگی میکنیم. ولی زمانی که ما قوانین، مثلا قوانین جدید میارن که ما میبینیم که این قوانین ضد انسانی است، این ما هستیم که باید نبگیم. و اگر همه مردم آگاه بشن و این کار رو بکنن، این دیوار خودش میریزه و اینا خودشون پا به فرار میذارن. منظور اینه که اگر اونها هستند به خاطر این هست که ما اونها رو نگه داشتیم، چه خواسته چه ناخواسته. نمیدونم منظور رو. اتفاقا با توضیح شما من متوجه شدم که سوال ایشون به اصطلاح در چه موردی بود. من فکر میکردم که خب وقتی که نمیتونیم این اطلاعات به دست آوردیم بعد میخوایم چه کار کنیم، خود منم به این موضوع فکر کردم که منظور ایشون چیه، ولی با توضیح شما متوجه شدم که آگاهی که ما داریم اگر بخوان زور بگن جلوش میایستیم. بله، و اگر نگاه بکنید ما میبینیم که هر چی اینا میگن زوره، اینها کم زور نمیگن. تمام این قوانینی که میذارن، تمام این، حالا اصلا ما داریم اروپا زندگی میکنیم، در اروپا ببینید چه قوانین مالیاتی میذارن، بعد میبینید اون خرج رو نمیکنن، یا هر روز قوانین رو میذارن که اصلا ربطی به دولت نداره. اگر مردم سرپوشی بکنن، طبیعتا یا نمیتونن این کارو بکنن، جلوشون بیستن. اگر مردم زمانی که پلیس ها میبینن داره دولت کاری میکنه که انسانی نیست نکنن، نمیتونن اینا ادامه بدن. وقتی که ببینید سرپوشی کردن از کارهایی است که ضد انسانی است و ضد حقوقی است. شما در ایران ما این رو دیدیم که چگونه مردم ریز 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 هی اومدن اون مسائل رو، مشکلات بیشتری رو برای مردم درست کردن و مردم پذیرفتن. حالا ترسیدن، کتک زدن چند تا رو، بقیه ترسیدن و دیگه همون شد و دولت تونست کار خودشو بکنه. این مردمن که به اینا اجازه میدن. اگر همین مردم همون روزی که راجب حجاب شد مردم همه ایستاده بودن جلوی دولت نمیتونست این کارو بکنه. اگر همون موقع که می اومدن یک نفر رو شلاق می زدن چون مشروب خورده، مردم می ایستادن جلوی دولت و این خاندان اینا رو به آتش می کشیدن، فکر می کنین جرأت می کردن به این راحتی هر روز یه قانونی برای خودشون بذارن؟ پس موقعی که مردم با اینا همراهی میکنن، موقعی که اینا اعدام میکنن مردم میرن میستن، خب این همکاریه باشون. دقیقاً همینطوره. پس این مردمن. ببینید ما خودمون کردیم خانم ارشادی. ببینید در تمام مسائل، چه اروپا چه ایران چه آمریکا فرق نمیکنه، این مردم هستن که اون کارهایی رو که اینها میخوان و درست نیست انجام میدن و اگر نکنن اینا میریزن. فردا میبینی پلیس کار نمیکنه، اداره آتش نشانی کار نمیکنه، دکترها کار نمیکنن، همینطوری میبینی سیستم میریزه. وقتی ریخت این سران، باید کجا برن؟ باید فرار کنن، باید برن رو سوراخ موش قایم بشن. ملت موقعی که اخلاقشو از دست میده که ما از دست دادیم، مردم جهان رو من دارم میگم، همه کارو میکنه برای اینکه راحت تره، اونو انتخاب میکنه و این میشه که اینا قدرتشون روز به روز بیشتر میشه. من اینجا یاد حرف این هنرمند جیم موریسون رو بگم.
میگه که مهمترین نوع آزادی اینه که خودمون باشیم، در درجه اول خودمون باشیم. اما در مقابل ما میام چیکار میکنیم؟ این خود بودن رو معامله میکنیم و چیز دیگه ای رو به نمایش میذاریم. با این کار احساس واقعی خودمون رو عوض میکنیم و بر صورت خودمون ماسک میذاریم. در این صورت هیچ چیز به صورت واقعی نمیتونه عوض بشه مگر اینکه یک انقلاب حقیقی و انقلاب شخصی و درونی پیش بیاد. اون زمانه که سیستم رو ما میتونیم عوض کنیم. چقدر زیبا توضیح دادید. چون یک بحثی بود بانو در رابطه با اینکه امروزه روز نقاب هاست. ما دو نفر سه نفر که با هم صحبت میکنن با خود شخص واقعی صحبت نمیکنن. نقاب با نقاب صحبت میکنه و این رو شما چه توضیح جالبی براش دادید. سپاسگزارم. خواهش میکنم. بله، این چیزهایی رو که من گفتم برای اینکه میگم من خودم که در فراماسون نبودم، منم از این ور و اون ور اطلاعات رو به دست آوردم. برای همین من تمام این چیزهایی رو که میگم که مردم گوششون آشنا بشه و خودشون ببینید. من همیشه گفتم من خودم یک شاگرد هستم در این زمینه. من و شما فقط اینا رو مردم در واقع یک قلقلک داریم میدیم که برن خودشون اطلاعاتشون رو به دست بیارن، نشینن منتظر که اونا هر کار میخوان بکنن. این ماییم که باید وظیفه داریم که حقیقت رو پیدا کنیم، نه تنها حقیقت راجع به سیستمی که این بلاها رو به سر مردم میاره، جنگ ها رو درست میکنه. شما فکر کنید فردا آقای ترامپ میگه که اصلا چه میدونم شروع میکنه یه جنگ جهانی رو شروع میکنه. اگه سربازا نرن به جنگن، شما فکر میکنید آقای ترامپ میتونه این کار بکنه؟ نه. خیر. پس این ماییم که میکنیم. چرا؟ برای اینکه ما اخلاق رو کنار گذاشتیم، برای اینکه به ما هرچی دستور میدن ما مثل ربات دنبال اون دستورات میریم. دیگه نمیگیم این کار اخلاقی است یا نه. آیا واقعا من که میخوام برم جنگ با عراق بجنگم، من دشمنیم با اون فرد عراقی چیست؟ مگه دولت‌ها با هم جنگ ندارن؟ مگه صدام و بوش با هم جنگ نداشتن؟ خودشون برن به جنگن. چرا باید جوانای من و شما برن به جنگن؟ بسیار زیبا. خیلی هم از لطفتون ممنونم. چه توضیح کامل و خوبی بود که واقعا من خودم آموختم. خواهش میکنم. به هر حال من فکر میکنم این آگاهی هایی که ما میدیم در واقع همینه. باید جلوشون ایستاد، باید اون دیوارهایی رو، حصارهایی رو که دور ما میخوان بذارن دونه دونه پایین آورد و موقع این اتفاق میفته که مردم آگاه بشن و این در غرب خوشبختانه داره روز به روز بیشتر میشه و من امیدوارم که مردم ما هم به خودشون بیان، به دنبال آگاهی برن، نه به دنبال دشمن درست کردن برای خودشون. شما ببینید، البته من حرف دارم طولانیش میکنم الان، در ایران ما آخونده آمدن چنان کار کردن با تفرقه‌ای که انداختن و چنان ماها رو دشمن هم کردن که ما با هم بیشتر می جنگیم تا با اون سیستم. دقیقاً. و به جای اینکه جلوی اون آخوندهای مزدور بایستیم، خودمون رو داریم میکشیم. شما ببینید یک فیلم آقای فرهادی رو که آمد بیرون، الان 2 هفته سر مردم رو گرم کرده. این میگه خوب بود، اون میگه بد بود. حالا این وسط آخونده چه بلایی سر ایران میارن فراموش کنید، چون اونا از این مسئله دارن استفاده میکنن. مردم دارن سر این فیلم فروشنده دعوا میکنن ولی اونا دارن کار خودشونو میکنن. اینجاست که ماها بازی چه قرار میگیریم. کاملا درست. بله، امروز گفتم بریم یکم سراغ کشور بیچاره خودمون و ببینیم که چه بلایی بر سرش آمد. و گفتم در هفته گذشته، من گفتم امشب ما راجع به اخوان المسلمین یا مسلم برادرهود صحبت بکنیم که فکر میکنم کاملا ربط داره
با بلایی که سر کشور ما آمد و اینکه مردم نمیدونن از کجا خوردن. مرتب ما میگیم آمریکا کرد، آمریکا پول داد، انگلیس کرد و در صورتی که انقدر بی اطلاعیم که نمیدونیم همه کردند، خودمون هم کردیم تا این جهنم رو برای خودمون درست کردیم. و امروز من این رو بازش میکنم یه مقدار با جریان اخوان المسلمین. در برنامه‌های گذشته من راجع به این برادران مرگ صحبت کردم، راجع به شوالیه‌های که بهشون میگفتن حشیشیون یا جنایتکاران اساسنت، همینطور شوالیه‌های معبد که یهودی بودن و شوالیه‌های مانک که مسیحی بودن. و یک از قرن 12 اینها یک توافقی با هم کردند که اون توافق در جاهای اینها با هم همکاری کردند و این به اصطلاح خون برادری که برای هم ریختن تونستن با اون از همون زمان بسیاری کارها، انقلابها رو درست کنن، بسیاری جنایت‌ها اتفاق افتاد در جهان و بعدها تبدیل شد به وارد همین جریان فراماسونی و بعد هم ایلومیناتی. و بزرگترین بهره رو از این برادران مرگ همین ایلومیناتی میبره و امروز اینا کارگزاران ایلومیناتی هستند که به دنبال نظم نوین جهانی در حرکتن. پس این داستان رو ما میتونیم بگیم که قرن‌های ادامه داشته، یعنی چیز جدیدی نبوده. ولی برمیگردیم به نه چندان دور در دوران ناصرالدین شاه و میرسیم به شخصی به اسم جمال الدین اسدآبادی. جمال الدین اسدآبادی معروف بود به جمال الدین افغانی. این یکی از اون کسایی بود که خمینی اون رو قهرمان خوند و به اصطلاح یک مبارز و ضد استعمار ازش به اون عنوان ازش صحبت کرد. این آقای شیخ جمال الدین اسدآبادی در همدان به دنیا آمد در سال 1838 میلادی. در عراق درس خوند. یک آخوندی بود با 1000 چهره. البته این رو آخوندان تقریبا همشون دارن ولی این دیگه بیش از همه داشت. این در مسافرت‌های بسیار زیادی کرد، به مصر رفت، در اون شلوغی هایی که خودش رو طوری نشون داده بود که ضد استعمار هست، به خصوص استعمار انگلستان. و این اون زمان میدونید که انگلستان همه کشورها رو داشت میبلعید، برای جزء کشورهای استعماری خودش در می آورد و در مقابل زمانی که انگلیس ها در هند بودن، حتی این رفت به هند و اونجا از هندوها و مسلمانان خواست که با هم اتحاد کنن بر ضد انگلستان و همینطور در هر جا که صحبت میشد این بود و این حالا گهگاه به اسم سنی میرفت جلو، گهگاه شیعه بود. بعضی ها فکر میکردن بسیار افراطی است و بعضی دیگر فکر میکردن اصلا کافره. یعنی میگم که همونطور اسمهای مختلفی داشت، چهرههای مختلف و یک انسان عجیب و غریب و مرموز بود. این آقا در ضمن که این کارها رو میکرد به مأمور انگلستان هم بود، یعنی به انگلستان پوش میداد ولی یا به مردم تحریکشون میکرد که شلوغ بکنن، کاری بکنن، ولی در اصل برای اونها کار میکرد. یکی از کارهای روشهایی رو که انگلستان همیشه داشته همین بوده که به کسانی که برای خودش کار میکنن میگه بریم به من فوش بدین، یعنی به ضد من بلند شید، ولی در اصل دارن براش کار میکنن. این آقا اومد به فرانسه و عضو فراماسونی لوژ
اقیانت د فرانس شد و بعد هم در انگلستان عضو اسکاتیش رایت. و این کسی بود که فکر میکردش که بله باید جلوی استعمار ایستاد، ولی همونطور گفتم این کمک میکرد، چون مردم بهش اطمینان میکردن و نفوذ زیادی کرده بود در دربار کشورهای خاورمیانه. مثلا شده بود در یک بره از زمان مشاور نخست وزیر افغانستان، یا بعدها شد مشاور ناصرالدین شاه. ولی خب ناصرالدین شاه خیلی زود به هویت این پی برد و این رو از کنار خودش دور کرد و بعدم به ترکیه رفتش مدتی که اونجا هم همیشه هم در بین درباریون و همچین آدمی بود، در بین درباریون بود به اصطلاح بسیار زیاد و طبیعتاً از جای پشتیبانی میشد که بتونن این رو در اون جاها قرار بدن و همطور گفتم اعتماد اونها رو به دست می آورد. حالا اگر سنی بودن میشد سنی، ضد استعمار هم که بود، خب در ضمن انسان بسیار چی میگن، مردم به این صورت اون رو میدیدن که انسان فهمیده است و بسیار در مورد سیاست میدونه، خردمند هستش و بهش اطمینان میکردن و بعد از مدتی میشناختن و بعدم دور میشد ازشون. این موقعی که و همین ایشون بود که موجب مرگ کشتن ناصرالدین شاه شد. در واقع طراح قتل ناصرالدین شاه همین شخص بود که به وسیله این یک بزازی که این به اسم میرزا رضا کرمانی، این کسی بود که برای کامران میرزا یه مقدار جنس و اینا برده بود و وقتی رفته بود درخواست پول بکنه اون رو پولش نداده بودن و به فلک هم کشیده بودنش و از اونجایی که این با دل خیلی خونینی از این خاندان ناصرالدین شاه اومده بود بیرون، میره پیش جمال الدین اسدآبادی و اونجا به اصطلاح بهش میگه که فکر میکرد چون اینطوری دوباره مثل این بوده که مثلا پدر مستضعفین هم بوده، یعنی همچین اسمی از خودش در کرده بود و میره میگه که این کامران میرزا یک همچین کاری رو با من کرده و من آرزومه که اینو آدمو بکشم. که در اونجا بوده که اسدآبادی بهش میگه که نه این کارو نکن، برو دنبال اصل کاری یعنی ناصرالدین شاه و چنان این آدم رو تحریک میکنه که بالاخره این آقای این بزاز میرزا رضا کرمانی اون رو ناصرالدین شاه رو میکشه. حتما میگید خب چرا این کار رو میکنه؟ انگلستان در اون زمان میدونید که ولیعهدش مظفرالدین شاه بود و پسر دیگری هم داشت به اسم ضیا سلطان ناصرالدین شاه که اون رو کرد فرماندار اصفهان و وقتی اون آدم بسیار قسی و قلبی هم بودش این ضیا سلطان و چون البته دلیل این که مظفرالدین رو به ولیعهدی انتخاب کرد چون از مادر قاجار بود ولی اون یکی نبود، ولی از اونجایی که قصی و قلب بود فکر میکرد که عرضه داره که خیلی کارا رو بکنه، اینو فرستاد فرماندار اصفهان و شیراز اونورا کرد و اون هم در اونجا یک ارتشی رو درست کرد بسیار قدرتمند و انگلیس ها از این مسئله خیلی ترسیدن به خاطر اینکه ضیا سلطان خیلی طرفدار روسیه بود و میدونید که اون زمان انگلیس ها نصف ایران بودن و اونا هم اون طرف رو گرفته بودن و انگلیس ها نمیخواستن که مظفرالدین شاه خودش همینجوری بمیره تا در این مدت این ضیا سلطان قدرتش خیلی بیشتر بشه و بتونه جلوی مظفرالدین وایسه و پادشاهی رو به دست بگیره. پس به خاطر همین باید زودتر تا ضیا سلطان به اون قدرت نرسیده بود می اومدن ناصرالدین شاه رو از بین می بردن که مظفرالدین رو بیارن روی کار و دلیلش این شد که این اسدآبادی رو گذاشتن برای کشتن ناصرالدین شاه. پس تا اینجا گرفتیم که همین کسی که میگه برای استعمار کار میکنه
یه ضد استعمار داره کار میکنه، میبینیم که چقدر با در واقع برای خود همون کسانی کار میکنه که بر ضدشون بلند شده یا به مردم میگه بلند شید. پس اینو تا اینجا گرفتیم. حالا میرسیم به صحبت‌های خمینی که من خواهم اینجا یه شباهت‌ها رو بذارم. در کتاب سبزش خمینی میگه، بذارید من این بعداً بگم، فکر میکنم بهتر باشه بعداً بگم، بعد از این که من اخوان المسلمین یه مقدار بیشتر توضیح بدم. پس تا اینجا گفتیم که نقش اسدآبادی چی بود. بعد میرسیم به سال 1929. شخصی به اسم حسن بنا در مصر آمد و فلسفه ای رو آورد که اسلام سیاسی در واقع اونجا روش کار کرد و به دنبال این بود که اسلام باید جهانی بشه و قدرت جهان باید در دست اسلام باشه و با این هدف آمد جلو. حالا خود این حسن بنا هم مأمور انگلیسا بود و عضو فراماسونی بود. بعد از اینکه این آمد این کارو کرد، انگلستان آمد و اخوان المسلمین و تشکیلات اخوان المسلمین رو در انگلستان سازماندهی کرد و این به یک تشکیلات بسیار عظیم در اومد و بسیار قدرتمند در حد فراماسونی صهیونیستی و انواع و اقسام دیگری که هست. این هم شاخه‌ای بود از فراماسونی که مسلمانان در اون نقش داشتن. اخوان المسلمین یک چتری بود، میتونیم اینو به یک چتری مقایسه بکنیم که در زیر اون صوفی های افراطی، یه مسلمان صوفیزم، و این در ضمن این جمال الدین هم بسیار رابطه خوبی با صوفی ها داشت. مسلمانان شیعه و مسلمانان سنی افراطی رو در خودش جمع کرد و به یاری گرفت. پولهای بسیار زیادی هم از سوی همون قدرت هایی که ما بهش میگیم الومناتی به سوی اینها سرازیر شد و روز به روز سازماندهی بیشتری پیدا کردن. اخوان المسلمین آرام آرام آمد، یعنی از سال 50 به بعد و بیشتر از سال 70 دیگه، سال 70 به صورت خیلی گسترده در دانشگاه ها نفوذ کرد و مسلمانان رو، بسیاری از اونها رو زیر کنترل خودش گرفت و اینها رو تشویق کرد که ما میتونیم بگیم که این انقلاب اسلامی ایران و بسیاری که اون موقع در کشورهای اروپا و آمریکا درس میخوندن مثل یزدی و ولایتی و اینا، همه مشمول این گروه میشدن. در ایران در اون زمان قبل از انقلاب ما فراماسونی بودن، یعنی چیزی نبود که فراماسونی چیز جدیدی نبود، بسیار هم بودن در بین اساتید کشور، مثلا آقای بازرگان آموزگار یا دکتر ریاضی یا فردوس که یکی از افراد بسیار مورد اطمینان شاه بود و خیانت بزرگی هم کرد، قره‌باقی، بسیاری دیگر، شریف مامی که اصلا رئیس اعظم فراماسونی ایران بود در زمان قبل از شاه. یه چیزی رو که نباید اینجا فراموش بکنیم و شاید به خاطر همین به این نتیجه برسیم که چرا فردوس و قره‌باقی کشور رو به این صورت به دست آخوندها انداختن، کسی که وارد فراماسونی میشه دیگه نباید برای مرزها براش مهم نیست، اهداف اون سازمان براش مهمه. اهداف سازمان هم اون طرحی است که در دستشون هست و باید اون رو اجرا کنن. در واقع این عشق به میهن از بین میره، این هویت ملی رو از بین میبره در اینا، چون جایگزینش رو اون فرقه گرایی که اینا دارن، باورهایی که دارن میکنه و این جهانی بودن. پس مرزها برای اینا مهم نیست. در مورد اخوان المسلمین دقیقا همین حالت رو داره. اخوان المسلمین دقیقا همونطور هم سازماندهی شده که مثل لوژهای غربی
با کد صحبت میکنن، کد و رمز و اینها دارن، به صورت سلولهای مراتبی تقسیم بندی میشن. همون حالت هرم که نشون دادم این در اخوان المسلمین هم هست. به مرزهای ملی اعتقادی ندارن، اونها معتقدن به دنیای اسلام و درشون هم از مقامهای دولتی، دیپلمات‌ها، سران ارتش یارگیری میشه. اینا همینطور که از اونها استفاده میکنن و بین خودشون میارن، از گنگسترها و چاقوکشان و اراذل و اوباش و فناتیکا هم استفاده میکنن. اون کسانی که در رأسش هستن در اون هیئت مدیره، اونا در دفترهای لوکس خودشون کار میکنن و اون زیر دستیاشون یا اون ابزاری که به اصطلاح این شلوغی ها و این وحشت رو به وجود میاره از همون اراذل و اوباشی هستن که اینا شبه نظامی درست میکنن و معمولا اینا همون جنایتکارا و دزدا و کسایی هستن که به قول معروف هیچ دین و ایمونی ندارن و اینا رو به جون مردم میندازن، چون اینا میگم که بسیار هم اکثرشون جنایتکارهایی بیش نیستن و ما نمونه اون رو در ایران خودمون دیدیم که وقتی انقلاب شد، وقتی اینا آمدن روی کار، چگونه از اراذل و اوباش استفاده کردن برای سرکوب مردم. حالا ما میرسیم به همون جایی که من گفتم در کتاب سبز خمینی میاد. ببینید این چیزاشون چقدر شبیه هستش با اخوان المسلمین. میگه ما مشکلی با بمب اتم و یا درست کردن و راه اندازی صنعت اتمی نداریم، اما ما مأموریت دیگری داریم که باید به نتیجه برسانیم و آن خدمت به اسلام و اهداف مقدس در این راه است. به امید اینکه پادشاهان و رؤسای جمهور جهان اسلام این را بفهمند که هدف ما عدالت است و به خاطر همین مجبور به اطاعت از ما هستند. مرتب میگه از ما. خواست ما این است که آنها را در کارهایشان فلج کنیم. ما به آنها اجازه این را میدهیم که بر روی قدرت در مصدر قدرت بمانند تا جایی که مطیع ما باشند و اطمینان ما را جلب کنند. پس ما داریم میبینیم وقتی هم خمینی اومد در واقع همین رو در نظر داشت که بله این اسلام برای مهمه و اون راهی که ما داریم میریم. حالا این ما کیه؟ همون جریان فراماسونی اخوان المسلمین و اهداف اخوان المسلمین هستش. در یک کتابی که از سوی یک شخصی به اسم رابرت دریفوس هست به اسم اسیران خمینی، در این کتاب نوشته که وقتی که خمینی آمد به روی کار، خمینی به راحتی ملاهایی رو که بیگناه بودند و ولی زیر بار خمینی نمی رفتند به راحتی کشت و یا آنها را آنقدر شکنجه داد که آنها را خفه کند. برای این کار از سازمانی به اسم فرقان استفاده کرد که افرادی تندرو، بیسواد و وحشی بودند. این عمل را انجام دادند که این افراد سد راهی، متوجه این صحبت بشید، سد راهی برای یهودیان مخفی یا همون صهیونیستا و اخوان المسلمین یا فراماسونی نباشند. سوالی ندارید که اینجا خانم؟ من خواهش میکنم، اینقدر جالبه که خواهش میکنم ادامه بدیم، خیلی جالبه، بفرمایید. بله. چرا این رو میگن؟ ما برمیگردیم به یک کتاب دیگه. اینجا کتابی هستش به اسم، اینو من میگم در زمینه این که ببینید که جمهوری اسلامی از چی تشکیل شده. در کتاب تاریخ یهودیان ایران نوشته دکتر هوشنگ ابراهیمی. دکتر هوشنگ ابراهیمی خودش یهودی است که ایشون کتاب رو نوشته و ایشون چند نکته رو باز میکنه که یکی از اونها این هستش که در مورد تاریخ یهودیان در ایران میگه که بیش از 3000 سال پیش، زمانی که مادها، پارسا و پارتا به ایران سرازیر شدند، مهاجران زیادی از یهودیان بین النهرین
یا بابل که قبل از آن اینها از مصر مهاجرت کرده بودند و به بین النهرین رفته بودند، آنها هم به ایران آمدند، به طوری که در قرن 14 1/3 جمعیت ایران تشکیل شده بود از یهودیان بین النهرینی یا از قوم یهود مصر، 1/3 دیگر مسلمان و 1/3 زرتشتی بودند که به مرور زمان اینها به خاطر ازدواج هایی که کرده بودند یا دینشون رو عوض کرده بودند از دین یهودی به اسلام، اینها ادامه پیدا کردن و برای همین خب خیلیشون مسلمان شدن و در واقع در جامعه غرق شدند و حدود 150 سال پیش تعداد زیادی هم به سوی دین بهایی رفتند. این رو میگم که یک کسی نوشته که خودش یهودی است. حالا میخوایم بدونیم چرا اصلا اینقدر این راجع به یهودی‌ها که ما یهودی‌های مخفی که حتما خودتون هم شنیدید صحبت میکنن، یا یهودی‌های مخفی آنهایی هستن که در واقع مسلمان نیستن ولی زیر ماسک اسلام مخفی شدن. اینها به ظاهر حتی خیلی فناتیک‌تر هم میان. یعنی یهودی‌های معمولی رو من اینجا اینها رو یهودی‌های مخفی نمیگن. یهودی‌های مخفی کسانی هستن که یهودی اصلا و تظاهر به اسلام میکنن ولی در واقع اینها همون صهیونیست‌ها هستن. حالا ببینیم در این نظام جمهوری اسلام ناب محمدی این کسانی است که البته من تونستم پیدا کنم ولی مطمئن باشید که به مراتب بیشترن. منتها خب اینا رو من پیدا نکردم و نمیتونم اسمها رو بیارم، ولی از اونها ما میدونیم که جزء اخوان المسلمین و یکی از کسایی که مأمور به اصطلاح فراماسونی اخوان المسلمین بود ابراهیم یزدی که خوب همه اینو میدونن، چمران بود و همینطور بهشتی عضو فراماسونی اسکاتیش رایت بود. آیت الله محمد شیرازی همسر یهودی انگلیسی داره، مأمور انگلیس هستش و جزء صهیونیست ها. آقای خاتمی هستش که ایشون حتی عکسایی هم بیرون اومد در دستبوسی پاپ و در جلسات خاصی که ایشون هم از فراماسون های انگلیس هستن. آیت الله مهدوی کنی که او هم همسر انگلیسی داره و بیشتر وقت هم در لندن سر میکنه. آیت الله شاهرودی هستش که از یهودیان مخفی متولد عراق هستش که یادتونه که ایشون چقدر انسان رو کشت. برادران لاریجانی هستن که دوباره از فراماسون های انگلیسی هستن و صهیونیستا. آیت الله خزعلی دوباره شخص دیگری هستش از یهودیان مخفی. رفسنجانی که خودش از یهودیان مخفی هستش، از نسل یهودی است و از صهیونیست‌های انگلیسی. دیگر یهودیان مخفی کسانی هستند مثل اگه یادتون باشه اون جنایتکار لاجوردی رو، سعید امامی، عسکراللهی، علی رامین، احمدی نژاد، مشایی، عطاالله مهاجرانی، خرازی که خرازی خودش وقتی در دانشگاه سیاتل خودش در اونجا در یک جلسه گفته بوده که من یهودی هستم. و همینطور شریعت مداری همین که روزنامه کیهانو داره، مصباح یزدی. آیت الله طبسی اون هم از یهودیان مخفی است. این اسامی بود که من به دست آوردم ولی میگم که این به مراتب بیشتره. همون زمان قطبزاده هم با فراماسونی فرانسه بود و به طور کلی تمام اینهایی که این انقلاب رو کردند یا دست در اخوان المسلمین داشتن. خود خمینی عضو اخوان المسلمین بود. اخوان المسلمین میگم دوباره مال انگلیس، جای دور نیومده، یعنی همش برمیگرده به همون انگلستان. و این آیت الله هایی که خیلی هم گردن کلفت هستن و اینا مثل مهدوی کنی و اینا
که اصلا زندگیاشون اروپایی، شما اینا اروپا ببینید حتی اینا عمامه اینا که ندارن، شما نمیتونید تشخیصشون بدید و با لردها هم میشینن و شام میخورن. در بسیاری از مواقع اون مهره های اصلی، چون اینجا باید اینو فراموش نکنیم که ما اینهایی رو که ما داریم تازه میبینیم یعنی روح هستن، مثل خامنه ای و امثال اینا، و خامنه ای هم 100% باید عضوی باشه از یکی از این فراموشن ها، به امکان داره که حالا یا به نظر من اونم باید امراد روحانی و اینا همه باید باشن، به خصوص روحانی که 100% باید انگلیسی باشه، چون اونطوری که ما دیدیم جک استرو دوید رفت ایران و بعد از انتخابات و اینها نشون دهنده همین فیبیان سوسایتی یا همین جامعه فیبیان فراماسونی انگلستان آنها هستن. در واقع میشه اینطوری گفتش که اون مهره های اصلی رو شما رو از رو نمیبینید. اینا کسانی هستن که در پشت هستن و اونها هستن که این پاپت ها رو در جلوی دوربین ها میذارن و اینها رو ما میشناسیم و در واقع پشت اینا دوباره میگم که کسانی دیگه ای هستن که مهره های بسیار قوی ترن که حتی اصلا به امکان زیاد ایرانی هم نیستن. در مورد اینکه اینها هدفشون چیست و چطور اخوان المسلمین، ما میدونیم که اینا در از چی میگن جنگ با کافر میگن و از این صحبت ها، ولی تمام اینها ابزاری است برای رسیدن به اون نظم نوین جهانی. اون نظم نوین جهانی همون چیزی است که فراماسونی به طور کلی به دنبالشه. حالا این هر شاخه‌ای از فراماسونی که شما صحبت بکنید میخواد ببریان فراماسونای بریان باشه یا جمجم و استخوان باشه یا اسکاتیش رایت، فرقی نمیکنه. تمام یا اخوان المسلمین یا صهیونیستا، تمام اینها به دنبال یک چیز هستن، هدف نظم نوین جهانی است. در حال حاضر ما میبینیم که مسلمانان میگن ما باید قدرت جهان رو بگیریم و باید این کار رو بکنن که این اغتشاش به وجود بیاد، این زد و خوردها به وجود بیاد که بتونن به اون نتیجه برسن. موقعی که صهیونیست‌ها هم میخوان قدرت عظیمی رو داشته باشن و در حال حاضر هم صهیونیسم جهان رو داره کنترل میکنه، اینو فراموش نکنید. ولی اون چیزی که برای خاورمیانه میخوان کوچک کردن خاورمیانه به صورت موزاییکی است که این رو آقای کیسینجر هم گفته، خیلی هم علنی این رو گفته. پس ما میبینیم که اون سیستمی که جمهوری اسلامی رو در دست گرفته مخلوطی است از اخوان المسلمین و صهیونیست ها که جمهوری اسلامی رو به وجود آوردن و تمام این بلاهایی هم که داره در اون خاورمیانه اتفاق میفته، همون داعش یا النصره یا هر گروه حزبی، حماس از اعضای مهم اخوان المسلمین هست. یاسر عرفات بود و اگر یادتون باشه در انقلاب ایران هم یاسر عرفات نقش بسیار مهمی رو داشت و تروریست های اونها بودن که به سوی مردم تیراندازی کردن که بندازن گردن سربازها و این شلوغی ها رو درست کردن و به خمینی بسیار یاری رسوندن. خود یاسر عرفات از سن 17 سالگی وارد این اخوان المسلمین شد و دنبال به اصطلاح این جریان اخوان المسلمین و هر جایی هم که لازم بود ازش استفاده میشد. همونطور که در جمهوری اسلامی هر جایی که لازم باشه استفاده میشه برای به وجود آوردن اغتشاش و خراب کردن. حماس هم همینطور، حماس اخوان المسلمین هست و در عین حال که برای اخوان المسلمین کار میکنه و به ظاهر ضد اسرائیل هست، ولی در اصل به نفع اونها کار میکنه که در برنامه گذشته من راجع به این مسئله صحبت کردم. و همینطور ما میبینیم که مصر زمانی که مرسی اومد دیدید که از نظر ظاهری اینها پرخاش میکردن به جمهوری اسلامی، ولی در اصل ما دیدیم که در پشت درهای بسته بعد از اینکه مرسی از بین رفت و این فاش شد که حتی جمهوری اسلامی و مرسی
هدفی داشتن که ارتش دیگری درست کنن در کنار ارتش مصر که اون ارتش رو ضعیف کنن و ارتشی رو درست کنن که وفادار هست به اخوان المسلمین یا اسلام ناب محمدی. من فکر میکنم دیگه خیلی از نکته ها رو گفتم. اگر چیزی شما سوال دارید بفرمایید که من خواهش میکنم. بانو، شما نامهایی رو گفتید که اینها واقعا هسته های مرکزی هستند، یعنی بسیار نقششون همونجور که اشاره فرمودید در انقلاب ایران مهم بود، چه قبل و چه بعد از این جریان. اما این نامها رو فکر نمی کنید، خب شما مسلما این نامها رو که پیدا میکنید دنبالش میگردید، در کتابهای مختلف پیدا میکنید، چگونه است که نام اینها رو پیدا کردید و پشت نام اینها فرمودید که افراد مهمتری هستن که آدم نمیتونه اونها رو بشناسه. سوال من هست این نامها رو شما چگونه دست بهش پیدا کردید؟ این نامها رو من از لابلای چیزهایی که در روی اینترنت پیدا کردم. در مقالات بسیار زیادی هستش در مورد اخوان المسلمین و رابطه اونها با جمهوری اسلامی و به وجود آوردن انقلاب اسلامی. اینهایی رو که و یه مقدار شما وقتی برگردید و تاریخچه خانوادگی اینها نگاه بکنید، اسامی که اینها قبلا داشتن و تمام اینها عوض شده پیدا میکنید. میگم اینها تازه تعداد بسیار کمی هستن. در مورد مهدوی کنی کاملا شناخته شده است و همه میدونن یه چیزی بودش که احتیاجی به جستجو هم نداشت، یا آیت الله شاهرودی، اینها مشخص هستن. در مورد احمدی نژاد دوباره همه خودمون میدونستیم، مشایی رو میدونستیم. خیلی از اینها، آیت الله طبسی در یهودی هست که یهودی مخفی هستش و یهودی الاصل هستش، این رو میدونستیم. خیلی از اینها قبلا آمده بود بیرون. ابراهیم یزدی عضو اخوان المسلمین بود، در دانشگاه بود در زمانی که در آمریکا بود. ولایتی همینطور، چمران از اخوان المسلمین بود. بهشتی در آلمان دوباره میدونیم که عضوی بود از این جریان فراماسونی. خیلی از اینها رو از قبل هم میدونستیم، منتها پراکنده است و من امروز اسمها رو اینجا در یک جا براتون آوردم، ولی خیلی از اینها رو از روی مقالاتی که من از روی اینترنت پیدا کردم. درود بر شما، درود بر شما. واقعا من وقتی که به ساعت نگاه کردم فکر میکردم که شما 5 دقیقه صحبت کردید. اینقدر بحث امشب جالب بود برای من به خصوص با نام هایی که بردید و نقش اسرائیل و انگلیس و یکی از سیاست هایی که شما بهش اشاره فرمودید در مورد انگلستان گفتن مرگ بر انگلیسه. آیا اسرائیل هم همینو داره؟ چون در ایران این گونه که شما بهش اشاره بفرمایید دقیقاً سیاست هر دوشون باید یکی باشه، چون میگن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس. بله، این رو مرتب میگن. که ایران بیشتر میگن مرگ بر آمریکا. خب برای اینکه الان آمریکا ابرقدرته. ببینید چرا راه دور میریم. زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اسلحه به صورت رسمی وارد ایران نمیشد، یا به حداقل از ظاهری این اتفاق نمیافتاد. به وسیله اسرائیل وارد ایران میشد و حتی کسانی که خبرش آمد بیرون که خیلی از این چیزهایی که اینا می آوردن، اصطلاح جعبه هایی که باز میکردن و این اصطلاح رو در می آوردن، به زبان عبری روش نوشته شده بود. ببینید اینا در این که این چیزها رو بگن، شما برای این که بخوایم بگید رد گم بکنید باید این رو بگید. یه مسئله براتون میارم. این لورنس عربستان رو شما میشناسید، فیلمش رو دیدید دیگه. بله. یک هدفی رو که این اجرا کرد که برای اینکه عربا رو به جون این عثمانی، امپراتوری عثمانی بندازه، همین بود. رفت با عربها دوست شد، توشون رفت و ادعا کرد باهاشونه. خودش مأمور انگلیس بود و به ضد انگلستان صحبت میکرد. چرا؟ برای اینکه در اون زمان انگلستان از نظر ظاهری حمایت میکرد از دولت عثمانی و اون اومد نمایشی رو گذاشت که بر ضد انگلستانه، ولی در واقع کاری رو کرد که انگلستان میخواست و بزرگترین خدمت هم کرد.
و اون شورش عرب ها بر ضد دولت عثمانی رو به وجود آورد. این از قدیم بوده. موقعی که من صحبت‌های ما هم اینه که به ظاهر امر نگاه نکنید، هر چیزی رو باید زیر سوال برد. بله. و زمانی که ما زیر سوال نمیبریمه که ما بازیچه دست این ابرقدرت ها قرار میگیریم. خب بانو، اگر که مردم الان شما فکر کنید همه این رو متوجه شدن و جوانای ایران نمیخوان دیگه این رژیم رو داشته باشن، با توجه به اینکه انگلیس و اسرائیل تصمیم خودش رو گرفته برای یک نظم جهانی، چه تأثیراتی میتونه مخالفت مردم با این جریانات داشته باشه؟ ما در یه بره از زمان زندگی میکنیم که ببینید ما به یک قیام جهانی نیاز داریم. دقیقاً. نظم نوین جهانی شاید بدترین صدمه رو به خاورمیانه بزنه. شاید میدونید که نظم نوین جهانی چند چیز مهم رو میخواد. یکی اینکه قدرت در دست یک گروه خاصی باشه، کارتل های تجاری، یعنی 540 کمپانی بزرگ جهان. اینها در واقع اون کسانی هستن که کنترل بتونن بکنن، که این 13 خانواده در تمام اینها دست دارن. پس قدرت به جای اینکه دولت ها باشه میان چیکار میکنن؟ این اتحادیه ها رو درست کردن. اتحادیه اروپا شروعش بود که اومدن کشورها رو به جای اینکه کشور بخواد تصمیم بگیره، اتحادیه ها تصمیم میگیرن. قوانین رو امروز اتحادیه اروپا میذاره برای اروپا، نه دولت ها. این انتخاباتی هم که هستش مسخره است، در سطح خیلی سطحی کشور انجام میشه، ارزشی هم نداره دیگه. یعنی در واقع این دموکراسی نیمه بندی هم که وجود داشت با به وجود اومدن اتحادیه اروپا روز به روز داره محدودتر میشه. اینو که خود ماها که در اروپا هستیم میتونیم این رو ببینیم با چشم خودمون. و اینها میخوان این رو به اتحادیه‌های مختلف مثل اتحادیه آفریقا، اتحادیه اروپا که الان تشکیل شده، اروپای آمریکای که از بین کانادا، مکزیک و آمریکا که همین US، و اتحادیه آسیا و خاورمیانه درست کنه. وقتی که اینها به جای اینکه نزدیک 200 تا کشور باشه بشه 5 اتحادیه، خیلی راحت‌تر میشه کنترلش کرد. این یکی از اون چیزهایی است که نظم نوین جهانی به دنبالش. دوم اینه که در واقع اختیار دست ثروتمندترین افراد این جهان بیفته و ثروتی که صحبت اول رو بکنه. در این بازی نظم نوین جهانی اون طبقه پایین، طبقه فقیر و طبقه متوسط از بین میره. یکی چیز دیگه اینا میخوان اینه که جمعیت جهان رو کوچک کنن. با کوچک کردن، و وقتی من میگم کوچک، اول این خیلی هاشون وقتی که صحبت نظم نوین جهانی شد گفتن که به 3 میلیارد برسونن، ولی بعداً رسیدن به این نتیجه که احتیاجی به این نیستش، بلکه با 0.5 میلیارد جمعیت کافی است. برای اینکه به اون مقصد برسن چی کار میکنن؟ همین امروز من خوندم که پاپ فرانسیس مقاله خبر بود از اون که گفته که باید این قانون رو، تک بچگی رو در تمام دنیا این رو رواج بدیم. یکیش این میتونه باشه. من نمیدونم تا چند اندازه شما با مسائل و این سمی کردن خوراک آشنایی دارید. به طور کلی اکثر غذاهایی که ما میخوریم آلوده است. امروز داروهایی که ما میخوریم بسیار صدمه میزنه. واکسن هایی که میزنن مقدار زیاد به بچه های ما بسیار خطرناک شده و به عناوین مختلف این غذاهای ناسالم که میخوریم اثر بسیار مستقیمی داره روی نابارور کردن مردها و اینکه نتونن فرزند داشته باشن. و قانون دیگری که اینها به دنبالش هستن بیارن برای سالمندان هست، یعنی اونهایی که بیمار هستن و اینها رو دیگه شهرشون راحت چون اینا خرج برای دولت میارن. یعنی یک نظامی
که در موردش اتفاقا کتابی از جورج اوول به اسم 1984 نوشته شد خیلی وقت پیش، که این کتاب که دقیقا این رو جورج اوول باز کرده بود که در جهانی ما روزی خواهد آمد که کسی جرأت نکنه نفس بکشه و چکمه های پولادین بر اونها حکومت خواهد کرد و نظم نوین جهانی همین هستش: کم کردن جمعیت به مقدار خیلی زیاد، کوچک کردن کشورها، تبدیل به اتحادیه شدنها، اقتصاد ثروت در دست افراد کوچکی و بقیه مردم یه نون بدن فقط زنده باشن. اختیار مردم رو به دست گرفتن. حرکت بعدی که اینها دنبال میخوان بکنن این چیپ گذاشتن زیر پوست انسان هاست. با این میتونن مغز ما رو کنترل کنن، بدن ما رو کنترل بکنن و یکی از خطرناکترین کاری که اینها میتونن بکنن این هستش. ما میدونیم الان حیوانات رو چیپ میکنن، سگ‌ها معمولا همه چیپ دارن و که الان ثابت شده که باعث سرطان میشه در این حیوانات بیگناه ولی مجبورن همه این کار بکنن و زمانی که پول رو جمع بکنن به امکان زیاد مردم رو مجبور میکنن که این چیپ رو داشته باشن. اکثر کودکان در کشورهای زیادی مثل انگلستان و بقیه جاها که امروز به دنیا میاد همون موقع چیپ رو در بدنشون میذارن و این چیپ هیچی نیست به جز کنترل مغز ما، کنترل بدن ما و زمانی که بخوان زنده ایم، وقتی نخوان دکمه رو بزنن و جونمون هم بگیرن. این نظم نوین جهانی است و اون چیزی است که امروز فراماسونی و ایلومیناتی به دنبالشه. من فکر میکنم زیادی صحبت کردم، از وقتم گذروندم. نه خواهش میکنم خیلی خوب شیرین صحبت کردید. اطلاعات انقدر خوب و شما شیوا صحبت میکنید، انقدر ساده صحبت میکنید که واقعا آدم میره دنبال دلیل، دنبال بحث، دنبال همه چی و خیلی از این صحبتهای شما لذت میبریم و آگاهی هامون هم بیشتر میشه. من باید از شما سپاسگزاری بکنم که این هفته هم با ما بودید. شما رو به اهورای ایران می سپاریم تا هفته آینده. در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید که با کمال میل گوش میکنیم. بانو. بله، من فکر میکنم که دیگه صحبتهای من در مورد فراماسونی به پایان رسید. یک مقدمه‌ای بود برای آشنا شدن مردم در این مسئله بسیار مهم و امیدوارم که تمام عزیزان، اصلا من واقعا این رو جدی میگم، به حرفای منو باور نکنید، برید خودتون تحقیق کنید، خودتون پیدا کنید، ولی حقیقت رو پیدا کنید. و اگر اجازه بدید من میگم اگر سوالی باشه حتما جواب خواهم داد. در هفته آینده شما 2 سوال از من کردید، یکی راجع به همین انسان‌های اولیه، مثل که این سوال بود، درسته؟ بله کاملا درسته، فرازمینی. بله و رابطش با فرازمینی ها و همینطور در مورد خواب که من گفتم اون یک چیز روانشناسی است که با جون و دل من این برنامه رو حتما خواهم داشت که اگر اجازه بدید برای یک تفریح کوتاه هفته آینده ما بریم به خواب و رویاهامون و ببینیم که اونها چه معنایی داره در زندگی روزانه ما. با کمال میل بسیارم خوشحال میشیم و اطلاعات و آگاهی هایی که شما میدید همه واقعا مثمر ثمر هست. از اون یاد میگیریم، میآموزیم، چیزی است که باید گفت. ما وظیفمون رو انجام میدیم. رابطی هستیم ما بین شما عزیز که آگاهی های خودتون رو دارید، در همه این موارد مدارک دارید و شنوندگانی که میخوان بشنون و اون رو با جون و دل بپذیرن یا به دنبالش برن، خودشون آگاهی رو به دست بیارن و تحقیق کنن. بانو از شما سپاسگزاری میکنم، دستتون رو به گرمی میفشارم و با کمال میل در انتظاریم هفته آینده باز شما رو در رادیو آزادگان داشته باشیم. سپاسگزارم. اگر اجازه بدید من فقط یک کوتاه اینم اضافه کنم. خواهش میکنم. که در زمانی که انقلاب اسلامی شد بسیاری از
معماری هایی که در ایران شد، اینها همه روی نقش های فراماسونی است که من مطمئنم کارگردان شما اینها رو میتونن پیدا بکنن. یکی از اون نمونه‌هایی که من امروز پیدا کردم خودم، پلانت کوکاکولا بود در مشهد که اگر از بالا این رو نگاه بکنید شما ستاره دیوید رو میبینید و اگر که نگاه بکنید بسیاری از این ساختمان هایی که ساختن میبینید و همینطور مجلس جمهوری اسلامی رو نگاه بکنید خودتون هرم رو با چشم باز میبینید و میبینید که جریان چیست. ما در یک جمهوری اسلامی هیچی نیست جز نوکری از فراماسون جهانی. سپاسگزارم از شما و تا هفته آینده بدرود. خدا نگهدار و مراقب خودتون باشین. براتون هفته بسیار شاد و دلپذیری آرزو داریم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.